السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی معرفت حقوقی منظوری شما می شود. برنامه نوبتی را ما با موضوع خیلی داغ جامعه پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسمومیت آدم یعنی ویچ سپید بخشیده ایم و گمان میکنم که همصحبتان ما پیرامون این موضوع شما را با راه‌های پیشگیری از این بیماری که واقعا جهان را به تشویش آورده است اندیشه و ملاحظات خویش را بیان میکنند. در این برنامه اشتراک دارند یاردمچی کلانی پروکورور شهر پنجکین دلشاد حامدوف، دیرکتور مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسمومیت آدم در شهر پنجکین جاوید امیرقلزاده و طبیب سرایشناس نعمت الله عویزوف. اینچنین در این برنامه شرکت می‌ورزند سرمتخصص پیشبری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین پولین جان کلانوف و دلشاده حلیم و مدیر مرکز تشکل طرز حیاتی سالم شهر پنجکین. من همه شمایان را به این برنامه خیر مقدم میگویم. نخست از جاوید امیرقلزاده خواهش میکردم که حالتی در پنجکین پیشگیری و آشکارسازی این بیماری را کمی شرح میدادند. مرحمت. تشکر زیاد استاد. سلام علیکم و بینندگان شبکه تلویزیونی سیمو. پیش از همه خیلی که قید کرده گرفتار شوی به بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم کره زمین را به تشویش گذاشته ایستاده است. جاوید امیرقلزاده لطفا بودید وظیفه مرکز شما از چی عبارت است؟ چند نفر اونجا فعالیت میکنند؟ شما کدام کارها رو جهت پیشگیری از این بیماری خطرناک راه اندازی میکنید؟ مرکز پیشگیری و مبارزه بر ضد ویروس نارسایی مسمومیت آدم در شهر پنجکین از سال 2007 با قرار حکومت شهر پنجکین تأسیس داده شده. از 19 واحد کاری عبارت بوده. 6 نفر طبیبان در اونجا فعالیت میکنند و اساساً وظیفه مرکز تشخیص نمودن معین نمودن سرایت و به طبابت فرا گرفتن شخصان گرفتاری ویروس نارسایی مسمومیت آدم میباشد. وضعیت چه است؟ نسبت سالهای پیشین زیاد شده است نشانه های این بیماری؟ درست قید کردید. وضعیت نسبت به سالهای پیشین سال از سال تشویش‌آور شده ایستاده است، چون که هنگام زیاد از تشخیص گذراندن اهالی دریافتی زیادی بیماران به خط گرفته شده ایستاده است. خصوصا در حدود محله‌های حدود شهر، جماعت‌های سراسب، جماعت رودکی، جماعت یوری این بیماری زیاد به خط گرفته شده است. سرچشمه ها از کجا آغاز می‌یابد؟ هستند سرچشمه هایی که مردم از این بیماری ها سراغ می‌یابند؟ تا سال 2015 این بیماری در بین نقشمندان تزریقی که اون سالها زیاد به خط گرفته میشد به خط گیری هم در بین گروه های کلیدی اهالی یعنی همون نقشمندان تزریقی به خط گرفته میشد. از سال 2015 این جانب سمت به خط گیری در بین مهاجران مهنتی که در مهاجرت هنگام قرار داشتن به علاقه جنسی تصادفی دست میزنند در بین آنها زیاد به خط گرفته شده است. در شما طبابت هم امکانات طبابت است؟ طبابت یگانه طبابت بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم در تمام کره جهان این قبول حب‌های ضد رتروویروسی میشود. یگانه نمود طبابت همین است. این دارو هست چی است؟ این تابلت‌هایی که طبابت ضد رتروویروسی رو قبول میکنند. این رایگان است، پلاکی است. این نمود طبابت این حال در تمام قلمرو جمهوری رایگان از طرف خزینه گلوبالی دسترس کرده شده ایستاده است و با گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم رایگان دسترس شده ایستاده است. همین گرفتاران مراجعه میکنن برای همین دارو؟ هر یک سرایت یافته‌ای که به قید میگیریم ما وقتی هنگام تصدیق نمودن ما با ماهیت و قبول داروهای ضد رتروویروس میفهمونیم و بیماران از سر کرده از آغاز به قیدگیری
табобати зидретровирусиро қабул менакунад. شماره زنان زیاد یا مردم؟ این چیز خصوصا در بین زنان در عموم گیریم اگر تا از سال 2007 از 1991 سال تا این جانب 582 نفر در حدود شهر دیوت پنجکند به قید گرفته شده است که از این شماره 403 نفر مردان و 179 نفر آن را زنان تشکیل می‌شوند. این چنین 14 نفر کودکان تا سن 18 ساله به قید هستند گرفته شدند. نفرانی که توبه یافتند. متاسفانه در روی جهان حالا یگان نمود طبابت پیدا نشده است که پوره این بیماری را از تن انسان نیست کند. یگانه راهی پیشگیری و طبابت این بیماری این قبول داروهای ضد رتروویروسی. هنگام قبول داروهای ضد رتروویروسی سیستم ایمنی شخص گرفتار ویروس نورسوی مسمومیت آدم ضعیف نمیگردد و شخص میتواند همچون شخص سالم حیات هر روزه خود را ادامه دهد. از پدر و مادر بیمار با کودکان نوزاد این بیماری میگذرد؟ اگر هنگام قبول داروهای ضد رتروویروسی شخص زنی حامله قبول نماید و سرباری ویروسیش پست گردد این امکان میدهد که از چنین گرفتاران فرض زن و مردی که گرفتار این بیماری است کودک سالم به دنیا آید. همه خیلی حادثه ها هستند در کنید؟ البته چقدر تا این جانب در سال 2025 8 ماه 2025 ما 13 نفر کودکی که شخصانی که گرفتار بیماری ویروس نورسوی مسمومیت آدم هستند و با قید گرفتیم و طبابت را پررگی دوام دادن و سرباری ویروسی خود را نال نمودن آزادانه خودشان همچون به برش قیصری همچون تولد فیزیولوژی تولید شد طفلشان کودکای آنها تا مدت 1.5 سال در قید نظارت دیسپنسری میستند و بعد از تشخیص گذراندن تشخیص نهانی از قید دیسپنسری برآورده میشوند و همچون شخص سالم به قید گرفته میشوند. هستند شهروندانی که خودشان اختیاراً به شما مراجعه میکنند؟ درست یا شما فقط توسط سپردن تحلیل ها مهم میکنید؟ درست قید کرده دوستان تا این جانب ما در تمام مؤسسات طبی حاضر در حدود شهر دیوت پنجکند 17 مؤسسه طبی که تشخیصگاهی که تشخیص ویروس نورسوی مسمومیت آدم را میگذرانند فعالیت کرده ایستادند. یکم تشخیص در اونجا هنگام مراجعت کردن از تشخیص شخص گذرانده می شود به مرکز روانه کرده می شود. بعد از اون مرکز تشخیص های علاوگی را گذرانده هنگام تصدیق شدن بیماریش بیمار همچون گرفتار ویروس نورسوی مسمومیت آدم به قید گرفته می شود و طبابت ضد رتروویروسی دوام داده می شود. تشکر. محترم نعمت الله علیزاده شما طبیبی سیروشناس هستید. نشانه های این بیماری چه معاین کرده می شود؟ امروز وضع در نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در جهان تشویش آور است و شما یک مثال میبرم که این بیماری اساسا سالهای 80 قرن 20 به قید گرفته شده بود. همون وقت چی گویم 100-200 نفر بود. امروز گویم که در عصر 21 همین سالها 75 میلیون نفر آدمان در تمام دنیا به قید گرفته شده است و از اینها 25 میلیونشون خفتیدند و در جمهوری تاجیکستان چه گفتیم سال به سال زیاد شده ایستاده است. سبب اساسی در بالا قید کردن اول با راه تزریقی بود، حاز علاقه جنسی. اساسا علاقه جنسی بین مردان زنان زیاد شده ایستاده. راههای اساسا راههای گزارش این بیماری سه نمود است. یکم علاقه جنسی، دوم با راه تزریقی یعنی که پرینتری و سوم مادر به کودک. چون شما سوال دادید مادر به کودک تزریق معناش با واسطه سوزاندارو نه تنها سوزاندارو مثلا با خون با مایع تمام مایع های ارگانیسم آدم حتی چرک گوشت هم سبب گرفتار بیماری شدنش ممکن است و بسیار زنها حاضر به سالن های وای میرن تکرار که میکنن بغیر از آنها که نشمندان وای گفتیم این هم خفی صورتی به سرتراشخانه ها شدنش ممکن، سالن های کسمتیک شدنش ممکن، دندان پزشکی شدنش ممکن، هزار یک راهی گزارش است. برای چند سال پیش در جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند که حتی در سرتراشخانه ها با مردم تیر نرسونند و باید یک کرته استفاده کنند. همین طلبات
ریاش دیست حاضر بر ریاش دیست در تمام سرپرستخانه ها پیش با پاکو سر میگرفتن رشوه میدادن حاضر همین چیزا من کرده شده همین به زبان عادی فهماده که همین با شهروند چقدر احساس میکند که همین به همین بیماری گرفتار شده چی نشانه بیماری خود بیماری نارسایی مسئولیت آدم خود مسئولیت اون چیزی که آدم رو انسان رو محافظت میکنه وقتی که حجایره های همین ویروس به ارگانیسم میداره و عادی کردن گپ یک میکنه با مسئولیت هم حجایره مسئولیت هم در گپ میدارد و یگان چیز به اهمیت نمیده یعنی که مسئولیت پس به تمامی کسل عمده میچسبه و یک دیگه با وش همیشه که وقتی که آدم همین ویروس به ارگانیسم در آمد تیز رپلیکاسیون میشه تیز افزایش میشه و یک مینوت قریب 70 بار زیاد میشه و نشانه ها چه گوییم اساساً سه دولت از طرف تشکیلات عمومی جهانی تندرستی سه علامت کلان یا سه اولین درجه و 5 علامت دوم درجه و یکم علامت این کم شدن وزن آدم زیاده از 10%. یکم وزن؟ یکم وزن کم شدن وزن آدم زیاده از 10% یک باره درون روی دوامناک زیاده از یک ماه و سیوم حرارت بلندی زیاده از یک ماه این علامت های اولین درجه که بعد که سرایت می‌یابد علامت های دیگرش سلفه دورمدراز زیاده از یک ماه پیدا شدن بیماری های پوست و پیدا شدن عفونت گرپتیکی یعنی که در خلق میگن اوچوق هر وقت اوچوق میبرد همین اینا باید همین علامت ها که پیدا شد وقتی که آدم همه خیلی به هم خیلی راه وای شد یا که سرطانش خانه را یا علاقه جنسی به وای کرد باید همین چیزا پیدا شد حتما باید به دکتر مراجعه نماید. امکانات‌های تشخیص توبات است امروز امکانات‌های تشکیل توبات چیزی که گفتن در بالا در تمام جمهوری تاجیکستان هست خوشبختانه همه چیز هست و سالهای آخر پیدا شد تست‌های آب دهان کرده میشود پیش خون میگیریم و میگیم از آب دهان هم که تست کرده میشه آب دهانش میگیره تست میکند اگر وای باشد بعد میبرد بالا ایفه میکنه این بیماری و دیگر دارد که نشانه هاش کم کم گفتیم و پریود اکنون میگوید 1 میلیون تا 6 ماه بیمار مرحله دارد بیمار سرایت یافته است نه علامتاش نیست وقتی که ما تشخیص میگیریم تشخیص نشان نمیده و دیگه شما که تشخیص نشان نمیده و ما فکر میکنیم که مثال باید تازه بعد 6 ماه علامتاش میبره آیدی تبابت که گفتن من خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان با سیاست خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت همین چیزا دسترس شد با شریکان روش در سالانه در حساب سالانه چی گفتیم یک سال اگر بیمار تبابت گرفت $18,000 میشه اما حبایی که گفتیم که آنتیویروس یک سال تبابتش $18,000 همینه حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی کمکی رایگان میکنه به مردم محترم رشید حامدی شما اندیشه و مبارزه این نفر طبیبان نماینده های این مرکز و سرشناس رو با هم شنیدیم چه اندیشه ها دارید از طریق پروکراتورا نسبت این مسئله کدام تدبیرها اندیشیده می شود؟ تشکری زیاد پیش از همه مینادار خدا برای تحقیق در شنیدن برنامه مهم برای جامعه بسیار سپاس می‌کنم و خاطر شهر پنجشیر و تماشاگران تلویزیون سیما مختلف این روزا موضوعی که مورد تحقیق قرار دارد یکی از پرابلم‌های بودجه‌سان دارد و وابسته به این مسئله برنامه‌های مخصوصی حکومت جمهوری قرارهای داخلی و فرمایش وزیر تندرستی قبول کرده شده است و گرچند این سندهای معیاری حقوقی و امضا رسیده باشد هم به حال این مسئله تشویش‌آور باقی مانده است و در زمینه این سندهای معیاری حقوقی قبلا سال گذشته است که حکومت خود شهر در اساس نقش‌های داخلی یاروی در یک گریدی با مرکز و دیگر کارکنان تشکیلات‌ها این مسئله مهم موردی سرش و تحلیل قرار گرفت و واقعا هم روز تا روز این پرابلم افزایش یافته ایستادن در نگاه بیماری ویروس مرافع مسئولیت آدم یکچند نفر ساکنان شهر پنجشیر و این بیماری رو گرفتار می‌باشند و در یک جایگی با مقامات‌های رفتار این مسئله مورد تحقیق قرار گرفت و تشویش‌آور در آن است که
این نقطه نظری که معلوم هست همین نفرانی که با بیماری گرفتار هستند میخوان که دیگر نفران نیز به همین بیماری گرفتار باشد. از نقطه نظری رشتوان پسیکولوژی او میخوان که دیگر نفران دیگر سازمان نیز به همین بیماری گرفتار باشد و واقعا هم در دوره سنجشی همین حالت ها در یکجایی با مرکز و دیگر مقامات های دفتر آشکار کرده شد و از طریق پرکتور شهر نسبت شخصانی که دیده دانسته دیگر نفران را وضع سلامتی آنها در خطر مانده پرونده جنایتی با مدت 25 پلیس جنایتی جمهوری آغاز کرده شد و با تصدیق این پرونده جنایتی برای ماهیتا بررسی نمودن بحث ایصال کرده نامبردگان و جابه جنایتی کشیده شد و گرچند از طریق شهر در یکجایی با مقامات دفتر و کارهای تشویقاتی در قیمتی سنجش‌های ثمرناک گذرانده شده باشد هم تا به حال این بیماری در اوج است و این بیماری خود جافته است و مثلا هم سال جاری نیست. از طریق پرکتور شهر نسبت 2 نفر ساکن شهر پنجگین پرونده جنایتی آغاز کرده شد. یک پرونده جنایتی با دست کرده و سوء کرده شد. پرونده دیگری جنایتی باشد در عرصه تفتیش پیشگی قرار دارد و مقصد ما نیست در آن است که تا حد معین تا حد امکان همین مسئله را مردم را جدی داده و هر رسانه که خود را احتیاط کنند. خود تکرار میکنم که نوابسته از آن که در واسطه نقلیه و در داخل شهر برای ها نصب کرده باشد هم قانون فرماندهی در جماعت های دهات در جای مخصوص گزارنده شده داده باشد هم همین چیز تا به حال به نظر میرسد و از طریق پرکتور با دیگر مقامات ها بارها در این سمت ادامه دارد و وضع سلامتی هر یک انسان در دست خود انسان است. از این لحاظ نخواستیم که سلامت خود را احتیاط کنند به همون بیماری که مردم شده داشته گرفتار نشوند. بیننده های عزیز و ارجمند، در برنامه ما طوری در آغاز اظهار داشتیم عالم جان کلونов متخصص کشوری شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاهی رئیس شهر پنجگین و دلشده حلیمова مدیر مرکز تشکیل طرز حیاتی سالم اشتراک دارند. من گمان میکنم که آنها پیرامون کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در سمت پیشگیری از این بیماری خیلی خطرناک برای جامعه، برای عائله ها، برای شهروندان اندیشه های خویش را ارزیابی میکردند. مرحمت. طبق سپارشی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به گذراندن واقعه ها در اصول دهه به دهه، محل به محل، مکتب به مکتب و فاکولته به فاکولته در دانشگاه ها، در دهه ها، در دیگر جاهای جمعیتی گروه کاری تشکیل کرده شده است که از آن در آنجا قرار دارند خودی دیرکتور مرکزی پیشگیری مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت اقدام مرکزی طرز حیات سالم روانشناسان خودی نمایندگان دیگر ساختارها همراه هستند. زنان جوانان که با مردم در همه روزه در تمام جایهایی که طبق نقشه رفته شده است کارهای فهماندهی گذرانده شدیم و امروز طبق برنامه دولتی که از طرف رئیس تندرستی ولایت سوخت تندرستی خود جمهوری و برنامه ملی اوید به مقاومت با ویروس نارسایی مسئولیت آدم سالهای 2021-2025 تصویب کرده است. کارها طبق نقشه و طبق برنامه دولت رفته شده است و من باوری دارم که این برنامه که در امروز ما تشکیل نمودیم بر جوی در کاری یعنی برای کار می شود و مردم از این باز هم آگاه می شوند و طریق تلویزیون، رادیو و دیگر وسایل اخبار عامه کارهای ترغیب و تشویق رو دوام دارد. باور دارم که مردم از این چیزا آگاهی می شوند و آن شخصایی که از فرصت مناسب استفاده برده در آن برنامه ما این چیز رو گفته میگذاریم که شخصایی که حالا مهاجرت خیلی بسیار اوج هست که هر روز آدم آمده می روند خوب می شد که اول بعد از که به تاجیکستان آمدن از تشخیص گذرن یک بار و بعد به خانه خود
با یک دلی پر روان. یعنی این چقدر که شما میدونید این کسلی فقط با علاقه جنسی نیست و با دیگر راه هم گذشتنش ممکن. برای اون که چقدر که در اینجا گفتم برای سلامتی خیش همه باید مبارزه بریم، همه برای سلامتی خیش خودش برای خودش چی میشد؟ طبیب میشد. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. مرکز تشکل طرز حیات سالم در مرکز سلامتی شهر پنجکین با 12 واحد کاری کار و فعالیت میکند. مقصد مرکز تشکل طرز حیات سالم آن است که در بین اهالی عاید بیماری‌های سیرویتی و غیر سیرویتی کارهای تشویقاتی و ترغیباتی را خوب برای ماندن است. سنه 6 می، 7 می و 8 می کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم با همکاری مرکز ویروس نورسایی مسئولیت آدم با دیرکتور این مرکز نام برده ما سفر داشتیم با 3 جماعت و 3 دهه ها، یکی دهه امانده، دهه مایکتا، دهه موقیان و دهه دیگری ما این دهه سرز بود. اویدی این بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم ما یک اکسیه چوربینی برگزار نمودیم. در اکسیه چوربینی ما معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی، دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت زوق محترمه منوره بوتای و اشتراک نمودند. ما با اهالی اویدی بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم صحبت ها کردیم. در هفته این اکسیه محترم نوربوی جاوید اویدی بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم معلومات دادند و به آنها در خاتمه سوال جواب ها کردیم و سپس از طرف مرکز تشکل طرز حیات سالم به اشتراکچیان ورقه اطلاعاتی سپاریده شد و در این 9 ماه ما بسیارتر در 48 دهه ها و در 16 جماعت اوید بیماری های ویروس نورسایی مسئولیت آدم و دیگر بیماری ها معلومات های پوره می دهیم و هنگامی که اگر یگان خیلی سوال ها به میان آید از جانب خود اهالی ما با همکاری داریم با مرکز ویروس نورسایی مسئولیت آدم. اگر اشتراک کنند محترم خود جاوید نوربویف و اگر یکی در همین عکسی ما در همین ملاقات ما اگر یکی کارشان براید یک متخصص دیگر رو روانه میکنند. ما باوری داریم که با تشویق و ترغیبات کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم با همکاری ویروس نورسایی مسئولیت آدم این بیماری در سطح پست قرار میگیرد. برای هر یک مردم سربلند جمهوری تاجیکستان ما سلامتی و پیروزی ها تمنا داریم، زیرا میگویند سلامتی این گنج بی‌بهاست. من در فرجام برنامه را گفتنی هستم که باید همه در یک جایگی اون چخیلی که این حال خیلی کردن اینجا برنامه ها دیگر سند میروخ قبول کرده شده است. همون هر یک بندهایی که در برنامه خیلی کرده شده است وابسته به فعالیت کاری هر یک اداره و کارخانه های داخلدار مشخص قید کرده شده است که کدام کار رو در کدام وقت باید اجرا کنه. اگر خوب میشه که هر یک اداره و کارخانه و تشکیلات و شخصانی که در اونجا فعالیت میکنن وظیفه های در دوشان بوده رو با صفت و باید مسئولیت در با احترام خاص اجرا میکردن. من باوری دارم که این مشکلی ها نیز پس سر میشن و با یک نتیجه نظررس رسیده پیش راه این بیماری این وبا تا حد امکان گرفته میشه و این سندهای میروقی و این بندهای برنامه تحت نظارت کنترلی قرار دارد و در آینده نیز ما کوشش بخرج میکنیم در یک جهتی با این کارخانه و تشکیلات و مقامات شهر پنجکین کار را جانب کرده و نتیجه نظررس می‌گردیم. تشکر. بیننده های عزیز و ارجمند، من به همه اشتراکیان برنامه میزی مداوا و خاصه برابرت پروکراتور شهر پنجکین عرض سپاس می‌کنم که با تهیه و پیشنهاد این برنامه برای بلند برداشتن معرفت حقوقی و امروز معرفت طبی شهروندان سهم خود را گذاشتند. بیماری نورسایی ویروسی مسئولیت آدم این یک بیماری است که قریب دوام 45 سال اخیر جهان را به تشویش و اضطراب آورده است و ما باید همگان در مقابل این بیماری متشکلانه با مسئولیت بلند در همکاری با طبیبان مبارزه بریم، زیرا
زندگی برای انسان یک بار می آید و حیات و زندگی را احتیاط کردن، دوست داشتن از مسئولیت هر یک شهروند عبارت است. به همه شما تشکر. تا برنامه های نوبتی معرفت حقوقی سلامت و سربلند باشید و هیچگاه بیمار نشوید. تشکر.